درود رفقا، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. امروز 19 شهریور و الان تقریبا ساعت 2 بعد از ظهر. امروز حالا قراره یه سری کارا انجام بدیم و یک سری صحبت ها انجام بدیم. حالا ادامه ویدیو حتما متوجه میشید، پس حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بزن بریم سراغ ادامه ویدیو امروز در مورد تیم، یعنی دریس تیم خودمون. امروز دومین سالگرد تیممونه، سالگرد تأسیس تیممونه و قراره حالا یه سری استوریا و یه سری پست ها آپلود بشه و یه سری مسابقه ها گذاشته بشه توی پیج تیم. برای این میخواستم حالا یه ویدیو توی کانال خودم بگیرم و یه سری توضیحات بدم در مورد اینکه کی تیم رو انداختیم و اصلا از اون موقع تا الان چه مشکلاتی داشتیم، چه سختی‌هایی داشتیم که به اینجای کار رسیدیم. خب ما تیم رو تقریبا میشه گفت 2 سالی میشه که راه اندازی کردیم، یعنی تقریبا اوایل سال 1400 بود که این تیم رو راه اندازی کردیم. ولی خب از قبلترش ما هر کدوم حالا از اعضای تیم به صورت فردی داشتیم حالا کار خودمون رو انجام میدادیم، چه حالا توی زمینه فیلم برداری، عکاسی و حالا طراحی. ما با 2 تا از دوستام این کار رو و این تیم رو راه اندازی کردیم که یکیش امین ایدری و یکیش هم ایمان گنجیه که امین حالا توی زمینه طراحی و ادیت کار انجام میده و ایمان هم حالا توی زمینه عکاسی. تقریبا فکر میکنم اواخر سال 99 بود که ایمان حالا خدمت بود و همچین ایده حالا به ذهنم رسید. گفتم ما که داریم به صورت فردی کار میکنیم، بیایم مثلا 3 تا یا 4 تامون رو بیایم توی قالب یک تیم و خیلی قوی‌تر و متمرکزتر این کار رو انجام بدیم. که با ایمان اول صحبت کردم. ایمان اون موقع سرباز بود و فکر میکنم اواخر سربازیش هم بود که قرار بود تموم بشه و خیلی روز شماری میکردیم که حالا خدمتش تموم بشه و بتونیم این کار رو هرچه سریعتر استارت بزنیم. که فکر میکنم اردیبهشت بود که خدمتش تموم شد، اردیبهشت تا خرداد خدمت رسمیش تموم شد، ولی همچنان مشغول بود و میرفت و میومد. و بعدش با امین صحبت کردیم و تصمیم بر این شد که بیایم حالا یه تیم رو اندازی کنیم که این کارا رو یا تمام خدماتی که خودمون به صورت فردی انجام دادیم توی قالب تیم انجام بدیم و به بقیه ارائه بدیم. که فکر میکنم توی ما چندین مدت رو همینجور توی خونه ما، توی اتاق ما دور همی داشتیم و صحبت میکردیم در مورد خیلی از مسائل مختلف و توی پیج شخصی خودمون فعالیت داشتیم. که فکر میکنم اوایل مرداد بود که ما پیجمون رو انداختیم و استارت فعالیت تیمیمون رو اون موقع زدیم و بعد از اون دفتر گرفتیم و یک دفتر کرایه کردیم که میشه گفت به عنوان دومین سالی که از حالا تأسیس تیممون گذشته. حالا توی شهریور نبوده، توی مثلا توی اوایل مرداد بوده، ولی خب چون هم تا زمانی که ما حالا تیم رو راه انداختیم و اوکی شد دیگه اومد توی شهریور. برای همین تصمیم گرفتیم حالا پارسال که نشد همچین چیزی رو اجرا بکنیم، امسال رو تصمیم گرفتیم که حتما اجرا بکنیم و یک حالا ویدیو و یک مسابقه توی پیجمون بذاریم که این روال دیگه هر سال اتفاق بیفته و هر سال بهتر از سالهای قبل باشه. ما استارت کارمون خیلی خوب بود، یعنی همون مرداد که پیج رو راه اندازی کردیم و شروع کردیم به فعالیت خیلی خوب بود. ما حالا قبل از اینکه پیج رو راه اندازی کنیم یه چند مدتی گرفتار انتخاب اسم و ساخت لوگو بودیم. خیلی طول کشید تا بتونیم یه اسم خیلی خوب انتخاب بکنیم و خدا رو شکر تا الان از این اسم خیلی راضی هستیم و حالا فعلا که مشکلی برامون ایجاد نکنه، ولی نمیدونم در آینده مشکلی ایجاد بکنه این اسم برامون یا نه. دیگه ما استارت کارمون خیلی خوب بود
تا تقریبا مهر ماه آبان ماه که استارت زدیم، بعد با یک ارگانی آشنا شدیم به اسم مرکز رشد و علم و فناوری یا مرکز دانش بنیان، که یادم میاد اون تایمی که حالا شروع کردیم به فعالیت، پیجمون خیلی خوب وایرال شد و خیلی خوب استوری میکردن پستامون رو و بازخورد خیلی خوبی داشت. یک نفر حالا به ما پیام داد و همچین چیزی رو به ما گفت. ما یه خورده تو فکر رفتیم، گفتیم حتما چیز خوبیه و بالا یکی دو تا از دوستانم صحبت کردیم که اینکه آیا اگر بریم زیر مثلا با مرکز رشد زیر جزء شرکت‌های مرکز رشد بشیم، حالا چه خوبیایی برامون داره و چه بدیایی برامون داره. که تقریبا حساب کتاب می‌کردیم میگفتیم که خوبیای قطعاً بیشتری داره نسبت به حالا بدیاش خیلی کم بود، یعنی قابل چشم پوشی بود. دیگه ما تصمیم گرفتیم که استارت این کار رو هم بزنیم، بریم جزء شرکت‌های دانش بنیان و مرکز رشد و اونجا یه طرح ارائه بدیم. که ما رفتیم، همه چیز داشت خوب پیش میرفت و حتی افرادی که اونجا بودن خیلی از کار ما راضی بودن و دوست داشتن و ما همون استارت کارمون با مرکز رشد آشنا شدیم و یه وقفه خیلی بد بود برای ما. یعنی شاید ما چندین ماه چون درگیر یه سری کاغذ بازی ها و یه سری کارهای اداری شده بودیم، اصلا پیجمون رها شده بود و خیلی کارهایی که قرار بود انجام بدیم، خیلی برنامه ریزیایی که داشتیم کلاً کنسل شد. و دیگه بعد از فکر میکنم چندین ماه، فکر کنم 2-3 ماه هی رفت آمد، ما توی مسابقه رد شدیم و حالا بنا به دلایلی دیگه مجددا خواستیم مسابقه دوم یا سوم، مسابقه دوم برگزار بشه. خیلی دیگه امروز فردا شد با ما و ما دیگه حقیقتا نمیکشیدیم و زده شده بودیم از این کار و سعی کردیم که برگردیم به همون روال قبل و حالا کارمون رو توی پیج خودمون انجام میدیم و حالا نیاز نباشه مجددا بریم جای دیگه. که مجددا استارت زدیم، نمونه کار گذاشتیم و خیلی کارهای دیگه. ما کارمون هم که استارت زدیم یعنی سال 1400 کرونا بود و خیلی موقعا نمیشه گفت حالا چیز خوبیه، ولی وجود کرونا باعث شد که کار ما خیلی بهتر به چشم بیاد، چون ما کارمون این بود که حالا آژانس تبلیغاتی بودیم و کارهای تبلیغاتی انجام میدیم، عکاسی تبلیغاتی، ویدیو تبلیغاتی و حالا رشد کسب و کارها و رشد پیج ها و اکثر کسب و کارها شده بودن آنلاین و این خب خوب بود برای ما و تقریبا داشت فرهنگش جا می افتاد که خیلی ها توی فضای مجازی فعالیت بکنن و کسب و کارشون توی فضای مجازی باشه. دیگه ما داشتیم خوب پیش می رفتیم تا یه خورده که رفتیم جلوتر. فکر میکنم یک سال و نیمی که گذشت ما دفتر گرفته بودیم، همون اوایل کار یه دفتر گرفته بودیم که کارامون رو توی دفتر انجام میدادیم. دفتر به نسبت خوبی بود ولی خیلی نمیشه گفت چیز اوکی بود، حالا کسایی که اومدن دفتر میدونن. یه خورده فضای رفت آمدش مناسب نبود. دیگه تصمیم گرفتیم دفتر رو تحویل بدیم اون تایم و اینکه بیایم حالا هر کس که فعالیتی داره توی حالا فضای کاری خودش، توی حالا خونه خودش کار رو انجام بده به صورت آنلاین، چون ما خودمون دیگه همه چیز اوکی بود، تیم اوکی، گفتیم این مسیر رو به صورت آنلاین ببریم جلو که دیگه حداقل نخوایم یه دفتری رو داشته باشیم که فقط حالا کرایه‌ای بدیم. دیگه تصمیم بر این شد. بعد این کار یه خورده بد بود ولی شاید در آینده خوب شد. این که ما از هم فاصله گرفتیم و دفتر جمع شد یه بدیایی هم داشت، یه خوبیایی هم داشت. بدیاش این بود که یه خورده از کار دور شدیم و دیگه اون جمع صمیمی که حالا دور هم بودیم و سفت و سخت با
هر کاری بودیم دیگه نبود. حالا باز بدیه دیگه هم داشت، ولی خوبیایی که داشت این بود که ما یه خورده فکر کنیم نسبت به کارهایی که قبل انجام میدادیم، نسبت به آیندهمون، و با هدف مشخصتر و برنامه ریزی دقیقتر برگشتیم و استارت کار رو زدیم که خدا رو شکر خیلی خوب بود. این عقبگردی که کردیم عقبگرد خیلی بدی بود، یعنی تجربه های خیلی بدی رو کردیم توی این مثلا چند مدتی که عقبگرد داشتیم و هیچ پیشرفتی نداشتیم. ولی خب خدا رو شکر فعلا توی مقطعی هستیم که واقعا راضیم و تقریبا میشه گفت مسیر رو شناختیم و مسیر رو میدونیم که از کدوم ور بریم و هیچ تهی هم نداره. مهم شناختن مسیر بود که بدونیم حالا از چه مسیری باید بریم. دیگه ما توی حالا این چند مدت فعالیتمون رو انجام دادیم. فکر میکنم یکی دو ماهی هم میشه که یه سری پروژه ها و برنامه های جدیدتری ریختیم که اونا رو اجرا بکنیم. و مجددا ما چون حالا من یه دفتری توی بوشهرم اوکی کرده بودم و اونجا بودم، ولی خب بچه‌ها چون خودشون حالا شرایط کاریشون طوری بود نمیتونستن بیان توی دفتر، بیشتر خودم بودم اونجا و حالا اونجا هم خیلی رفت آمد نداشت. بیشتر حالا پروژه ها رو اینا اونجا میگرفتم و انجام میدادم. بیشتر فضای کارم بود تا دفتری که حالا بخواد رفت آمد بشه. دیگه ما دفتر رو هم فکر میکنم توی ماه قبل تحویل دادم. تقریبا میشه گفت کمتر از 1 سال اون دفتر رو داشتیم توی بوشهر. یعنی ما کلا 2 تا دفتر گرفتیم. یه دفتری توی خود خرموج بود، یه دفتری هم توی بوشهر گرفتیم که فضای تقریبا کوچیکی داشت ولی خب خوب بود. بعد از اون حالا خیلی اتفاقی به بچه‌های پیشنهادی دادم، گفتم که نظرتون چیه مجدداً بریم توی مرکز رشد که حالا هم یه دفتر بهمون میدن، هم حالا یه سری کمک‌های، هم بحث مالیش، هم بحث کمک‌هایی که میتونه حالا با یه سری شرکت‌های مختلف ارتباط بگیریم که بتونیم حالا کار تبلیغاتشون رو انجام بدیم. به حالا بچه‌ها چیزی نگفته بودم، خودم رفتم یه سری پرسجوها کردم که آیا میشه مجددا بیایم و مصاحبه بدیم و حالا کاراشو انجام بدیم، که گفتم آره اوکیه میتونیم بیاین. و حالا تا زمانی که من تاییدیه رو نگرفته بودم که بشه یا نمیشه به بچه‌ها چیزی نگفتم. گفتم شاید مجددا نشه و یه بار دیگه تو ذوقمون بخوره. ولی دیگه بعد از اینکه شد به بچه‌ها گفتم و خیلی سریع بحث مصاحبه اولمون رو انجام دادن و ما سال اولی که رفتیم مصاحبه آنلاین بود، ولی امسال مصاحبه حضوری بود که توی حالا شورت ویدیو هم گذاشتم. خیلی سخت‌تر بود توی حضوری، چند نفر نشستن و تو قرار جلو اونا توضیح بدی که حالا طرحت چیه و ارائه بدی بهشون. ولی خدا رو شکر ما توی مسابقه قبول شدیم و فقط جلسه شورا مونده و حالا یه سری کارهای دیگه. حالا اگر اوکی بشه یه دفتر بهمون میدن، حالا هم توی خرموج هم توی بوشهر، ولی خب متمرکز قراره توی بوشهر کار کنیم تا توی خرموج. این یکی از خوبی‌های حالا این چند مدت بود که اتفاق افتاد و علاوه بر اون یک چیز دیگه این که ما تونستیم خیلی سفت و سخت و محکم بمونیم پشت این تیم، پشت این پیج، که بتونیم پیج رو بکشونیم بالا و توی حتی پایان امسال بتونیم دفتر بگیریم، بتونیم نیرو جذب کنیم توی زمینه‌های مختلف، توی فیلم برداری نیرو جذب کنیم، توی عکاسی نیرو جذب کنیم، توی ادمین اینستا نیرو جذب کنیم و حالا توی بازاریابی، توی خیلی از مسائل دیگه نیرو جذب کنیم که بتونیم کارهای خیلی بیشتری بگیریم و کارمون پیشرفته‌تر بشه. دیگه این از روال 2 سالی که گذشت. حالا خیلی صحبت‌های دیگه هست، حالا سعی می‌کنم یک
پادکستور بگیرم ولی توی خود کانال تیم بذارم با خود بچه‌ها که در مورد حالا این 2 سال یک صحبتی انجام بدیم که چی بوده و چی شده، چه سختی‌هایی کشیدیم و حالا چه دشواری‌هایی داشتیم تا به این مرحله رسیدیم. اگر توی حالا اون پادکست رو گذاشتم حتما لینکشو میذارم زیر این ویدیو، چک بکنید. دیگه امروز هم حالا یه سری استوریا گذاشتم توی پیج تیم که حالا روند استوری گذاشتن رو که بتونیم امروز رو یه پست متفاوت بذاریم توی پیجمون، پست حالا برای 2 سالگی تیممون و حالا یه سری جوایز داریم. دیگه به ذهنم رسید گفتم یه ویدیویی هم بگیرم توضیح بدم که حالا توی این 2 سال چه کارا کردیم و قراره چه کارا انجام بدیم و شما هم در جریان باشید. دیگه توضیح خاصی نمیمونه، حالا یه سری توضیحات دیگه هست که بیشتر توی حالا اون پادکست میذارم. اینجا رو فقط خواستم یه توضیح خیلی کلی بهتون بدم که ما توی این 2 سال چه کارهایی انجام دادیم و در آینده هم گفتم که حالا قراره دفتر بگیریم و نیروهای خوبی جذب کنیم که بتونیم کارمون رو گسترده‌تر بکنیم و از این که هست بهتر بشیم و رشد کنیم و پیشرفت کنیم. دیگه حرفی سخنی چیزی نمیمونه. حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید برام. اینکه حالا یه خورده طول کشید که مجددا بیام ویدیو بذارم توی کانال، یه سری کارهای حالا برای تیم داشتیم انجام میدادیم، همون بحث کار مصاحبه بود که یه خورده طول کشید و وقتمون رو گرفت و همون تخلیه دفتر بود که گرفتارش بودم، نشد که بیام حالا ویدیو بگیرم. ولی از الان سعی میکنم که یه خورده حساسیتمو کمتر کنم و ویدیو بذارم، حتی شده باشه روزمرگی‌ها یا یه سری چیزایی که هست و با شما هم در میون بذارم که شما هم در جریان باشید، چون خیلی حساس شدم روی این موضوع که یه چیز خوب بسازم و توی کانال بذارم. قطعا اگر حالا یه خورده هوا بهتر بشه توی این منطقه‌ای که داریم زندگی میکنیم، ویدیوهای بهتری میذارم، ویدیوهای خاص‌تر و بهتری میتونم بذارم. فعلا دستم بسته متاسفانه. خب دیگه مرسی که واقعا تا اینجای ویدیو همراه هم بودید و همراه هم میمونید. خیلی هم صحبت کردیم، نمیدونم حالا تایم ویدیو چقدر شده و امیدوارم که خسته نشده باشید تا اینجای ویدیو. اگر کانالم رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، باعث دلگرمی منه و باعث حمایت از منه. خیلی مخلصیم.